الله چی میفرما؟ فلا خوف علیهم، خوف بالایش نیسته. چرا خوف بالایش نیسته؟ یک کسی که کلی مامورات الله را انجام داده باشه و از منهیات خود نگاه کرده باشه خوف داره؟ خوف کسی داره که امر الله را نپذیرفته باشه، مامورات الله را انجام نداده باشه یا منهیات الله را نعوذ بالله مرتکب شده باشه، اونو خوف داره. او حزن هم نداره، غم هم نداره. غم وقتی آدم میکنه که بسیار چیزی قیمتی در دستش آمده باشه بعد از دستش رفته باشه، چی میکنی ولی؟ غم میکنی که چرا از دستم رفت. برای انسان که در دنیا آمده تابعداری هدایت نکرده، آن چیزی که مناسب است که به خود کمایی کرده او را کمایی کرده، از او خاطر اونجا غمم چیزی که سرنوشت ساز بود، مفید بود، فایدمند بود، از این چی نشده؟ فوت نشده. از امو خاطر ولا هم یحزنون، این مردم ها غمگین نیستن. الله ما شما را توفیق بده که هدایت بدانیم، تابعداریش بکنیم، باز یقینا که باز غم نداریم. والذین کفروا و کذبوا، و کسانی که کفرو انکار کردن در دل خود و کذبوا نسبت دروغ کردن به زبان خود، بیااتنا با آیاتای ما، آیاتا امو احکامی که الله روان میکنه یک مانا، آیاتنا دلایل توحید و یک تاپرستی ما که اصل ریشه و بنیاد تمام دین است. وقتی که تکذیب و تکفیر کردن، اولئک اصحاب النار، مردم صاحبا ملازمین آتش جهنم هستند، هم فیها خالدون، این مردم در آتش جهنم همیشه است. چرا همیشه است؟ به خاطر که نیت و اراده از یامین نمیتور همیشه بود که ما همیشه انکار نعوذ بالله تکذیب میکنیم کی را؟ حق آیات الله را، از او خاطر همیشه در جهنم هم باقی میمانه. قرآن فیصله کرد که گروه دو گروه میشه. بعد از آمدن هدایت انسان ها به چند تقسیم میشه؟ چند گروه تقسیم میشه؟ دو گروه. یکی او کسایی است که به دل انکار میکنه، به زبان تکذیب میکنه که حق نیست، بس او مردم ملازمین جهنم است. لیکن طایفه دیگه مکمل تابعداری هدایت میکنه. تابعداری هدایت الله کیست؟ کتاب الله. کتاب الله کی تابعداریش میشه؟ بگوی که بخوانیم، بفهمیم، آشنا بسازیم چی پیام داره، چی گپا داره، چی احکام داره، نه ای که من حیث یک کتاب مرده بشناسیم شه خیر و خلاص، پیش مرده ببریم شه اونجا دست قاد بگردانیم شه در لوحه ها نوشته کنیم خیر و خلاص. نه، آلی از هدایات قرآن استفاده کو در زندگی خود، اونجا باز خوف و خطر سری تو نیسته، هیچ نوع خوف و خطر سرت آمده نمیتونه. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوفی بعهدکم و ایای فارهبون. دما قبل الله تبارک و تعالی خلافت آدم علیه السلام بیان کرد، در اینجا خلافت بنی اسرائیل بیان میکنه، نمونه عملی اولاد آدم علیه السلام، امو طایفه، امو قومایی که برای ما و شما خیلی نزدیک است. وی در حقیقت در تو را میگم دیوال تو بشنو، حکایات داستانای بنی اسرائیل است، خود درس به ما و تو امتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم میده. بله مردم تابعداری هدایت الله را کرده، یعنی که هدایت الله را ذریعه و مکسبه دنیای خود گشتانده. کدام کار کرده؟ خب گوش بگیرید، عجیب درسای است در اینجا. بنی اسرائیل قومی است که بار بار انبیاء علیهم السلام زیاد در بینشان آمده، امتیاز خیلی بزرگ داره، در سرزمین زندگی میکنه که شام است. آب و هوای از او خیلی معتدل، زمینی حاصل خیز است، قسم میوه ها داره، در بینشان دعوتگرای حق خیلی زیاد آمده. این مردم کی امی شوکت و شانشان از بین رفت و کی نعوذ بالله مورد عذاب الله قرار گرفت؟ زمانی که علمایشان علما نشد، پیرایشان پیرا، عوامشان عوام نشد، پاچایشان پاچا نشد. خرابی از یا که شروع شد در بدری آمد. قرآن درسا بر ما میده اصل عامل بدبختی کیست؟ چرا یک قوم زوال سرش میآید؟ اینی حالات قرآن بر ما پیش میکنه و یک به یک قدم به قدم سری خود تطبیق کنیم که راستی هم اما حالتی که سری بنی اسرائیل بود سر ما وجود داره یا نه. بعد از او بر ما و شما واضح میشه که یقینا ما حق یا مسئولیت خود ادا کردیم و حق قرآن پوره کردیم. آن چیزی که الله در مورد دین سر ما حق داره او را ادا کردیم یا نکردیم، خود به خود بر ما معلوم میشه. بنی اسرائیل قومی است که نزدیکترین قوم به امت پیغمبر علیه السلام است. انبیاء علیهم السلام زیاد درش آمده،
ادعای ازیر داره که ما خیلی راهیا با مستیم، کتابای آسمانیم قطش موجود است. وقتی چرا اینطور دعوتگرای حق موجود باشه، کتاب موجود باشه، قوم ازر نگاه حاجات و مشکلاتشان تکمیل باشه، چرا این قوم ویران و خراب و ابتر میشه؟ اول سرچشمه خرابی از عالم شروع میشه. قرآن برای ما میگه یا بنی اسرائیل ای اولادی یعقوب علیه السلام. اسرائیل لقب یعقوب علیه السلام است. در قرآن کریم هیچ پیغمبر دو نامش ذکر نشده غیر از یعقوب علیه السلام، غیر از محمد رسول الله که نامای زیاد برش ذکر شده. اوی نامم به خاطر ذکر میکنه که دمی اول این نام وارم علامت میکنه که شما داد میزنی که ما اولاد یعقوب علیه السلام هستیم. یعقوب علیه السلام خود نامش هم نام شرکی نبود، نام توحیدی بود. اسرائیل چی مانا؟ بنده الله. بنده کی؟ بنده مخلوق نه، بنده الله. شما چطور دعوا داری که ما اولاد یعقوب علیه السلام هستیم لیکن نامای اولاد تانام نامای شرکی است؟ امروز در امت پیغمبر علیه السلام همینطور نیست؟ داد از ایمان توحید میزنیم لیکن نام اولاد ما چیست؟ حسین داد، سخی داد، بگید دیگه شه زر داد، گل داد، دیگه اشکلش داد، عبدالرسول، عبدالحسین. نام هست یا نه؟ دعوای توحید میکنیم مسلمانی را، نام ما از شرک نعوذ بالله هست میتونی یا نه؟ این سرزنش میکنه بنی اسرائیل الله کسایی که یعقوب علیه السلام بنده الله است و شما نه. اذکروا نعمتی التي، یاد کنی نعمتی مرا، التي هم نعمت انعمت علیکم که من انعام کردم بالای شما. اذکروا نعمتی، یاد کنی نعمتی مرا. یاد کردن نعمت چی فایده داره؟ دلیل میشه بالای قدرت الله تبارک و تعالی. یکی حس شکرگزاری در وجود انسان چی میشه؟ پیدا میشه. بنی اسرائیل این نعمتهای الله را فراموش کردی؟ اشاره کرد که نعمتها کلش در اختیار کیست؟ الله. خب بله نعمتهای الله خود زیاد است، آیا کرده یا نه؟ بله انعمت علیکم، انعام کردیم بالای شما. و اوفو، پورا کنه بعهدی به پیمان ما. اوفی بعهدکم، من پورا میکنم پیمان شما را. و ایای فرهبون، خاص از ما شما بترسی، از عوام نترسی از ما بترسی. قرآن میگه سه دستور یا سه اوامر الله تبارک و تعالی در اینجا میده. اول دستور یادآوری نعمت الله تبارک و تعالی. نعمت مرد یادتان بیا. چرا؟ به خاطر که نعمت الله سبب معرفت و حق شناسی الله میگرده. الله را خوب میشناسی که کدام ذات است. وقتی که معرفت الله برات حاصل شد، آلی شروع میکنی در دعوت. آلی یک ثانیه آرام نمیشینی، میگی که الله این قدر احسان سرم کرده، ما چرا خو کنم؟ صحابه امی قسم نعمت الله را یاد کرده بود. زمانی که اسلام فرا گرفتن، بازه شب تو ایشانم شب چی بود؟ سنگر بود یا نبود؟ هیچ چیزی مانع صحابه شد که از دعوت باقی بمانه، از جهاد باقی بمانه؟ نه اولاد، نه زن، نه مال، نه زمین، نه جایداد، هیچ چیزم مانع صحابه نشد. چرا؟ این نعمت اسلام ارزشش فهمیده بودن. این نعمت اسلام شما مینمی احساس انشالله پیدا میکنه. وقتی که عقیده توحید ارزشش شما پیدا کنه، یقین به الله بکنه، قلبتان برات میگه که یک ثانیه پیش بعد من یک مسلمان دیگر را به این عقیده بیارم، دعوت بدم. عقیده انسان نمیمانه، وگرنه مبتلا و دوچار به اینطور مشکلات ها میشی که هیچ پرسان نکن، روز و شب دغم میشه. خو عقیده تو را نمیمانه. میگه نه دعوت بده، خیر است، لط بخو، بندی شو، قتل شو، خو همی گپی حق به یک برادر مسلمان برسان. این عقیده این نمیطور میگه. اینی نعمت در کل نعمت های الله تبارک و تعالی. ما از وجودی خود کدم نعمت عقیده را چی میدانم؟ مقدم. الله برای من وجود داده بود که عقیده نمیداد، چی به دردم میخورد؟ وجود میخورد؟ نمیخورد. در عمر انسان، در زندگی انسان، از عقیده صحیح کردن نعمت بزرگ دیگه نیست. از این خاطر شکرگزاری نعمت کدام است؟ هر نعمت شکرگزاریش مناسب همون نعمت است. دست نعمت است، شکرگزاریش است که کاری خیر توسط دست چی کنم؟ پس وقتی که عقیده صحیحه نعمت است، شکرگزاریش چیسته؟ امی عقیده صحیحه از من منتقل شود در برادرم، در پدرم، در خواهرم، در عمیم، در قومیم، در همسایم، در کل اجتماع باید انتقال پیدا بکنه. دعوت باید شروع شود. نه خو نکنی،
خو نکنی. یکی از سخنای خیلی خوبی برادرای تبلیغ ما اینمیسته که وا میگه ما هر کدام ما باید دعوت بده. بوجی واره علما را میگه دانش بسته نکنی. مولا و مولا را میگه علم جمع کردی بوجی دانش بسته کردی، چی فایده داره؟ راست میگه. دعوت بکو، عقیده صحیحه نعمت بزرگ است، دعوت بده. قرآن هم امیر میگه به نعمت الله معرفت الله حاصل میشه که الله کدام ذات است و بعد از این نعمت الله و معرفت الله تو را وادار میسازه که به دین الله دعوت بدی. چرا مسئول هستی؟ خلیفه هستی یا نه؟ خلیفه روی زمین هستی، دعوت بده به سوی حق، به سوی نافذ شدن احکام الله. دوم دستور فرمان الله چی میده؟ و اوفو بعهدی، وفا بکنه به عهد ما. چی مانا؟ لیکنی و نعمت ما که برای شما میاد به قید و شرط نیسته، قید و شرط داره. و کدام است؟ و اوفو بعهدی اوفی بعهدکم. پورا کردن وعده های ما موقوف بالای پورا کردن وعده های شماست. امروز سوال حل میشه. الله خو گفته و انتم الاعلون. شما چیسته؟ مرتبه تان بلند است، شما غالب و زور هستی. چرا ما امروز غالب و زور نیستیم؟ مرتبه ما بلند نیست، شرط پورا نکردیم. اونجا چیسته؟ و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر واقعا ایمان ده شما بیا اعلاسته، اگر اعلون استه. اگر نیکی ایمان نباشه اعلون است کجا شوی؟ حقیقت ایمان در قلب ما آمده. ایمان امور رقم که قرآن تشریح میکنه در ما موجود است. از او خاطر داوام باید نکنیم. چرا؟ الله تبارک و تعالی نعمتای خدا به شرط میده یا به شرط؟ به شرط داده. اینجا به بنی اسرائیل همیطور میگه و اوفو بعهدی، وفا کنی، پورا کنی پیمانی مرا. اوفی بعهدکم، پورا میکنم به وعده شما. وعده هایی که الله قطع الله ما کردیم کدام است؟ انجام دادن کی؟ نظام الله، برپا کردن نظام الله. خو الله باز چی میکنه؟ بگوی وقتی که نظام الله را برپا کنیم عزتمندی و بگوی غلبه را مکمل نصیب کی میکنه؟ بگوی مسلمان ها میکنه. بس شرط وجود داره. سوم امر و ایای فرهبون، خاص از ما شما بترسی. خو چرا؟ در اینجا برات میگه در انجام نظام الله، در حاکم ساختن نظام الله از هیچ کسی هراس نداشته باشی. چرا؟ اگر از کسی هراس کرده نعوذ بالله باز عقیده سر ما خوب قوی نداری، کسی دیگری را ترجیح میدی که از ما کده چیسته؟ بگو از او میترسی، نترسی از کسی. فرمان الله است. اگر این نکته را ما در نظر بگیریم کلی احکام خود زندگی خود موافق سنت میتونیم یا نمیتونیم؟ بله توی بچه ماست، مردم خود تعنه میده کی ساز نگرفت، کی فلانی را این تو نکرد. نه، ما از کی میترسم؟ از قوم نمیترسم. مرده سرم شده امو کاری را انجام میدم، امو کاری را انجام میدم که در سنت ثابت است. مردم میگه سرم یا نمیگه؟ مرده خود شلغم گور کرد، میگه نمیگه؟ توانمندی نداشت، مادری خود دوست نداشت، پدری خود چی نکرد؟ شلغم گور کرد. همینطور میگه نمیگه؟ لیکن تو از کی میترسی؟ از مردم نمیترسی. بس اگر این شعار انسان باشه حق واضح است. این شعار اول الله نصیب علما کنه. چرا پشتی سر الله موضوع علما را بیان میکنه؟ چرا؟ آب از اونجا خط است، خرابو از اونجا پیدا شده. اگر عالم غیر از الله از کسی دیگر نترسه و در تلویزیون پرزا آمد که رفلیدن چطور است؟ میگه سنت رسول الله است. این قدر حدیث دیش آمده. هر کس که میکنه عمل به سنت میکنه، جنجال پیدا میشه، مردم ها گوشایش خلاص میشه. نه نفاق است، نه شقاق است، نه تفرقه است. مردم ها که اعتراض میکنه که تفرقه است، تفرقه چی میشه؟ خود به خود گم میشه. مرده شده رفتی در سر جنازه، از پیشت کسی سوال کرد یا اونجا مردم علقشش ورداری چارپایی را ما که در جای جنازه میخوانم الحمدلله نمیگه پاس غال مغال هیاهوی است. در پغمان همینطور دوسیه مرده شده بود، همونجا رفتم یک حال از سر ما، حالی دیگه هر کدامش میگه کسایی که این قدر سالا ما اسقاط کردیم این ملاگک پیدا شده، ملاگک اسقاط از بین برد دیگه. ما میگیم که نه، سنت طریقه کدام است، دین کدام است. بس نترس از مخلوق، از مخلوق نترس، از الله بترس. بس این بسیار مفید است. دعوتگر که این نکته را نداشت قدم در دعوت مانده، بیایی که قرآن چی موضوع را بر ما برملا میکنه؟
و آمینو بما انزلتو، ایمان بیاره به او احکامی که من نازل کردم، به او توحیدی که من نازل کردم، به او کتاب و پیغمبری که من روان کردم، مصدقا لما معکم، که تایید کننده است لما برای او مضمونای عقیدوی اصولی معکم که امرای شماست. چرا اسلام نمیپذیره؟ اسلام خو همون دینی است که بالکل تایید میکنه همون دینی سابقی شما را. در موضوع عقیده مکمل دین و دین با هم چی بوده؟ انبیاء علیهم السلام یک مکتب و یک عقیده داشتن. توحید الله در هر تاریخ بوده. بله فرق در بین شریعت شده. انجام یک عمل، روزه را چه قسم بگیریم؟ امت پیغمبر علیه السلام یک ماه میگیره، لیکن بگو یهود و نصارا با این سیستم نبوده، برای خود شیوه جدایی داشته مناسب حال امو وقت و امو زمان. اما اصل عقیده در یک تاریخ مخالف نبوده. از او خاطر پس این دین کدام دین جدید نیست، امو دین سابق امو را تایید میکنه. یک مانا مصدقا ایمان بره با آن چیزی که من نازل کردم، مصدقا که موافق است لما برای او صفتایی که معکم امرای شما در کتابای شماست. کدام دینی که آمده، کدام صفتی که برای دین بیان شده در کتابای شما بالکل موافق است. صفات پیغمبر، صفات دین، صفات قرآن. پس چرا شما چی نمیکنیم؟ ولا تکونوا نشوی شما اول کافر به، اول انکار کننده بالای اینمی نظام یا اینمی کتاب یا اینمی توحید الله تبارک و تعالی. شما اول نشوی. چرا؟ از جا که دخو مشرکین مکه وقت انکار کرده بود، اینجا چرا میشه؟ شما اول نشوی از حیثیت علم دانشمندیتان باسوادیتان در جمع بسوادا، شما اول منکر نشوی. چرا؟ مردم شما را میبینه باسواد هستی، دانشمند هستی، باز مردم هم انکار میکنه، گناه از هم در گردن کی میشه؟ شما میشه. در مدینه منوره باسواد مردم کی بود؟ یهود بود. کی بود؟ الله برش میگه که شما انکار نکنی، این را تایید بکنی. چه عامل است که این را تایید نمیکنه و انکار میکنه؟ خودی از یا سفر اینمی یهودان به می خاطر بوده. در کتابای خود خوانده بود که پیغمبر آخر زمان محل هجرتش در بین کوی عیر و چی هسته؟ عیر و ثبیر است. دو نام کوسته در بین از او قایم مقام میشه. اینمی مردم از شام حرکت کردن، می آمدن طرف عربستان، حجاز. هر جای پرسان میکرد این کو چی نام داره، این کو چی نام داره. در اینجا که رسیدن که کوها را سوال کردن، همون نامای کو که در کتابای خودشان ذکر بود همینجا یافتن. بس همینجا چی کرد؟ سکونت اختیار کردن. چرا؟ با این خاطر که پیغمبر آخر زمان این جمعیه ما به همراهی پیغمبر یک جا میشیم و امت او پیغمبر خو شایسته ترین و افضل ترین امت است. ما در جمله امت خدا چی میکنیم؟ شامل میکنیم. خو اینجا که آمدن اوس و خزرج مشرکین بودن، دو قوم است، اولاد دو برادر هستند، یا در بین خود جنجال و کشکال داره، خو بی سواد بودن. این مردم ها شروع کردن تاویز و تومار دادن. هر کدامی از یا یک پیری کلان شد. صحیح است نه؟ 20 نفر در یکی بود، 30 نفر در دیگه بود، 40 نفر در دیگه. قلنگای خود جمع کرده رایی بود از اوس و خزرج. فهمیده؟ جمع کرده رایی بود. اسلام که آمد، پیغمبر که هجرت کرد، کل صفات ها را یا در کتاب خود موافق یافتن. لیکن اینجا می گفتن اگر تایید کنیم این ملکی ما چی میشه؟ از بین میره. این دکانداری ما نه کلبه که و مشودیاره. چطور شیر است در پشتو؟ نه قلبه بکن نه شودیار، خدای بیدر کاپ تیار برات میاد، ای از بین میره. از امو خاطر شروع کردن که آلی صفتای پیغمبر یا تغییر بده یا پنهان بکنه. گناه عالم چقدر است؟ گناه عالم هم میفهمی؟ عالم چقدر؟ سرنوشت کل جامعه در دسترس عالم قرار داره. اگر حقایق پوشاند سر مردم چی آورد؟ بگوی سر مردم تعمیه آورد. الله که علمای یهود بدیش بیان میکنه. اگر یا واقعیتایی که در کتاب خودشان بود ای را برملا میکرد به مردم، ملت یک ملت جور میشد یا 3 ملت جور میشد؟ یهود نصارا مسلمان ها میشد یا کلش مسلمان ها میشد؟ بگوی عامل تفرقه و بدبختی و 3 ملت جور شدن کی شد؟ عالم شد. عالم حقیقت پنهان کرد، به مردم اصلا بیان نکرد. اگر بیان میکرد اختلاف نمی آمد. اختلاف می آمد. امروز عامل بدبختی و نفاق کیسته؟ نه بیان کردن علماست. علماست یا نیست؟ خیرو جناب محصل نبی سرمه اعتراض نکو.
برو مخو بیان کرده رو ایستم، اما عالمی که بیان نکرده او را جاغیش بیگی. او مولی صاحب همی دو جوان که اینجا رفل یدین کرد ای در دین است یا نه؟ الله برای ما بیان کو که ما قطعی نفرت نکنم، ما قطعی دشمنی نکنم، خیر است. او رفل یدین میکنم من نمیکنم، خردوی ما در یک صف شانه به شانه پای در پای چسباندیم استاد هستیم، پشت یک امام اقتدا کردیم. عامل اختلاف چیسته؟ خب گوشیتان بگیری که قرآن چقدر مغز و ریشه تمامی بدبختی ها را برملا میکنه. و ای به خاطر چی؟ منفعتی 4 روزی کی؟ دنیا، که او دکانداری از بین میره. امروز که پیر صاحب به ترجمه قرآن تسلیم نمیشه و قرآن هم میگه که کتاب گمراهی است، نعوذ بالله، مرید خدا میگه نرو در ترجمه. چرا میگه برش؟ اگر در ترجمه بیا باز مرید سوغاتا را میبره پیشش، باز دستش لیسیده میره، ها گاهی هم نمیکنه این کاره. خواب گوشی تا بگی ملا صاحب خوش نداره که مقتدیش در ترجمه قرآن ده، اگر بیایا ملا صاحب در مسجد میمونه یا نمیمونه؟ ها که بره پیشش ملا صاحب میگه چرا مرا یاد ندادی که سلام دور بدیم 3 دفعه استغفرالله؟ این خو خیلی آسان بود، ما گفتم میتونستم. ها چرا مرا یاد ندادی؟ دعایی که در قومه خوانده میشه چرا یاد ندادی؟ در بین 2 سجده میشه چرا یاد ندادی؟ ما تو واری ملا را دیگه کار ندارم، بخیر نه ترجمه قرآن میکنی نه درس حدیث. ملا صاحبم خوش نداره که مقتدیش در ترجمه قرآنی ما بیا، خوش داره؟ اوی کلی گپا به خاطر چی؟ 4 روز دنیا که من امامت کنم، چی کنم؟ امامت کنم، حقایق پرت کنم. قرآن امیر میگه اینمی حقایق پرت کردن سبب بدبختی ملت ما شده یا نشده؟ ملت ما چرا قبر پرست باشه؟ چرا پیر پرست باشه؟ چرا درخت پرست باشه؟ اصلا نعوذ بالله. چرا باشه؟ حقیقت بیان که به مردم که قرآن چی بیان داره. قرآن علماء یهود همیطور میگه، چی میگه؟ و آمنو تصدیق بکنی ایمان بره به ما به او احکام انزلتو که روان کردیم مصدقا که موافق است لما برای همو گفته ها معکم که امرای شما در کتابای شما در مورد همی دین موجود است. ولا تکونو نشوی شما اول کافر به اول انکار کننده بالای ازی، چرا که مردم هم اقتدا سری تو میکنه. ملا صاحب که تو را میبینه که تو مخالفت از این ترجمه کردی، مردم عوام میگه البته یک چیزی دایی موجود است، از او خاطر ملا صاحبی ما نمیره. آلی تابیداری ملا را میکنه یا نمیکنه؟ نه، پیر صاحب که مخالفت ترجمه را کرد دیگه هم تابیداریش میکنه. ولا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا، نگیره نخره بی آیاتی به کتمان آیاتی، با پشت کردن آیاتای ما. ثمنا قلیلا، قیمتی چی را کمه؟ قیمتی کم چی مانا؟ دنیا کلش قیمتی چی است؟ دنیا را نگیرید کتمان آیات ما یک مانا. ولا تشترو، نخری شما نگیری شما بی آیاتی به تغییر آیاتی، به تغییر دادن آیاتای ما. صفتای پیغمبر در تورات انجیل یک رقم ذکر شده، شما او را چی میکنی؟ دیگر رقم تغییر میده، به خاطر که مردم آلی سری پیغمبر ایمان نبیاره دکانداری ما از بین نره. همینطور است دیگه. ولا تشترو بی آیاتی، شما نخرید در مقابل به ترک العمل بی آیاتی، به ترک کردن عمل به آیاتای ما. عمل به آیاتای ما بکنی نکنی که عمل ترک کنی. دو ولا تشترو بی آیاتی، شما نگیری بی آیاتی به احکام ما نگیری. وقتی که حکم بیان میکنی به مردم همونطور مفت بیان نمیکنی و اورام اگر آدمی مالدار باشه آسان برش بیان میکنه، اگر چی باشه رویدار باشه. زنا را 2 نفر کرده، خو یکیش پیسه دار است دیگهش بگه فقیر است. پیسه دار هم میگه رویش اسیا کنه در مرکب سوار کنی خیر، لیکن فقیر چی میگه؟ سنگسار کنیش. امروز تبعیض در قانون وجود داره یا نه؟ سری فقیر قانون تطبیق میشه، خرویدار تطبیق میشه. فقیر بیچاره اگر در زنا مبتلا شد در میدان چی میبرشه؟ در میدان میبره، لیکن بچه وزیر و بچه چیستا کلان بنگی برالا در روز تجاوز میکنه، هیچ چیز نمیگه، هیچ چیز گپ نیست. این کارا را نکنی. او علما این احکام الله یکسان است. اول مخاطبین در اینجا کی قرار داره؟ کی قرار داره؟ بگه علما قرار داره. علما سرنوشت ساز جامعه است. علماست که مردم خدا بیدار میکنه، علماست که مردم خدا هوشیار میکنه، علماست که رای حق و باطل برشان چی میکنه؟ تفکیک میسازه یا روان میشه. خو لیکن ای عالم به خاطر متاع دنیا، ملا صاحب چند سالت میشه؟ والا 10 سال میشه جای امامت بکنم. خود چی طور است؟ والا بدعت ها را کده رایستی مولی صاحب چی طور کنیم؟ خود چرا بدعت بکنی؟ بگو به مردم
به خاطری که از امامت مرا میکشه. اگر این گپ واضح بسازم باز مرا نمیمانه. الله تبارک و تعالی چی میگه؟ و ایای فتقون، الله میگه خاص از ما باید شما بترسی. ای رزق روزیتان، عزت و ذلتتان کلش مربوط کیست؟ الله متعال است. از الله بترس باز میبینی عزتمندی الله را. تو سر دین الله غیرت کو، به الله قسم که الله اینطور غیرتی ذات است، اینطور عزت برات نصیب بکنه که هیچ پرسان نکو. ما در عمری کم میخواد الحمدلله تجربه کردیم، سری خود تجربه کردیم. از مخلوق نترس، حق بیان که الله برات عزت میده. علمای یهود اینمی طور حالات سرشان آمده بود و اینمی حالت گرفتار شده بود که یا چی شدن؟ بدبختی را در جامعه آوردن. اول بدبختی در بین مسلمان و یهود و نصارا چی شد؟ فرق شد. اگر او اوصافی که در تورات و انجیل ذکر شده بود و برملا میکرد، ملت یکی میشد یا سه؟ ملت یکی میشد. کلی سرچشمه بدبختی ها کی شد؟ علما. امروز هم سرچشمه بدبختی ها کیسته؟ علمایی که کتمان حق مطلق علما نه، کتمان حق میکنه، واقعیت نمیگه، آن چیزی که مسئولیت داره برای جامعه ادا نمیکنه. اگر این علمای ما دلسوزی سری عوام خود بکنه، کلی مردم در یک خط قرار میگیره. در چند خط؟ الله توفیق بده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.